بینندگان عزیز السلام علیکم. امروز در شهر دوشنبه یک سمینار در موضوع نقش مکالمه دینی و جلوگیری افراطگرایی خشونت‌آمیز و تندروی به تروریسم صورت گرفت و در اینجا امام خطیب ها از ناحیه های تاجیکستان، کارمندان دادستانی کلی و دادستانی های نواحی و شهری تاجیکستان شرکت داشتند. همچنین نماینده ها از جامعه شهروندی نیز حضور داشتند و در اینجا همچنین شیخ اتمانی امام خطیب دانشگاه لندن حضور داشتند و در این نشست اصلا سوال جواب با ایشان صورت گرفت و سوال نخستین ما این است که چی در تجربه پیشین و چه حال حاضر که در این سمینار ما شاهد بودیم خیلی بحث جالب و تندتی صورت گرفت، چه نتیجه هایی را در پی داره این صحبت ها؟ Tajikistan society is facing الحال مسئله به گروه های افراطی پیوستن جوانان تاجیکستان این از شمار آن مشکلی هست که جامعه جهانی طول 30 سال مبارزه برده ایستاده است. این مشکلی ها اساساً در افغانستان روی زده بودند و به دیگر کشورهای هممرز و همایین انتقال یافتند که تاجیکستان تقریباً از آن عاری نیست. اکنون همین مشکلی مرکبتر و پیچیده‌تر گردیده ایستاده است. شخصا من 5 سال است که برای بررسی همین مشکلی به تاجیکستان می آیم و هیچگاه امکان پیدا نمی کردم که با امام خطیبان و مسئولان مقامات های حقوقی صحبت بیارایم. همین دفعه آخر این ملاقات به من میسر گردید و ما این مسئله را خیلی بحث و بررسی کردیم. to rectify the situation and educate the masses. اما یک نکته رو میخوام من اینجا اشاره کنم. ببینید، شما میگید طی 5 سال به تاجیکستان آمدید رفتید، با وضع آشنا هستید، ولی مقامات رسمی تاجیکستان میگوید که بیش از 1000 نفر جوانان تاجیک در این میان رفتند به سوریه، به عراق و به گروه های تروریستی پیوستند، نیمی از اونها کشته شدند و برگشتند. شما درباره نقش امام خطیب ها میگوید، ولی امام خطیب ها واقعا میتونن یک نقش در راه جلوگیری جوانان به سوریه و به عراق بازن؟ این گونه یک نقش میتونن انجام دهند؟ They are a tool among sets of tools. وقتی یک امام خطیب در نماز جمعه پیامی را به مردم میرساند و میگوید که اگر شما یگان نفر را بی سبب به قتل رساندید، این به آن برابر است که شما کلی مردم را بکشتید و آن البته به گوش کنندگان مؤثر میرسد. البته در این زمینه باید قید کرد که آن جوانانی که به گروه های تروریستی می پیوندند خیلی مغزشویی شدند و راهنماهایشان خیلی ورزیده هستند. پس برای چی ما همین امام خطیب ها را درس های تکمیل اختصاص نمی دهیم و اینها را در مقابل آنها آماده نمی سازیم؟ باید حتما امام خطیبان را از این مرحله ها گذرانیدن لازم است تا به مردم این پیام را خوب برسانند. حالا در سمینار یک مسئله بود، مسئله تشویق و تبلیغ وسایل اخبار عموم و دیگر چیزها در رابطه با جلوگیری از رفتن جوانان به سوریه. به نظر شما که در کشورهای غربی سر و کار دارید و فعالیت پیش میبرید و تجربه ها چرا نشان میدن وسایل اخبار دیش قوی تر است یا که وسایل اخبار و تبلیغ و تشویق کشورهای مثل تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان اینها کدومشون قوی تر هستند؟ Unfortunately, ISIS is winning. متاسفانه در جنگ اطلاعاتی جانب دیش پرقدرت‌تر است. برای آن پرقدرت‌تر است که آنها پیام‌هایی را آماده می‌کنند که مخصوص به گروه‌های جوانان به طرز فکرانی آنها مطابق است. آنها شنونده‌های خود را خیلی خوب می‌دانند که چگونه و درباره چی فکر می‌کنند. حالا مسلمانان جوان تلویزیون و رادیو تماشا یا گوش نمی‌کنند. آنها طریق شبکه‌های اینترنتی برنامه‌های خود را به راه می‌مانند و جوانان را فرا می‌گیرند. برای مثال میگویم وقتی که مسئولان دولت اسلامی میخواهند که جوانان غرب را جلب کنند، صدای جذاب یک مرد آمریکایی را استفاده میکنند و این صدا برای جوانان مسلمان غرب جالب توجه است و به دل آنها راه مییابد. حالا متاسفانه امام خطیب های آسیای مرکزی گفتن ممکن است که با این وسایل معاصر تبلیغ و تشویق آشنا نیستند و استفاده نمی کنند و دیگر اینکه به جای تشویق و دستگیری کردن امام خطیب ها به جوانان حمله می کنند. از این رو یک استراتژی مکمل وجود داشته باشد که پیش از همه امام خطیب ها را آموزانیم تا که توانند از این واسطه های تبلیغ و تشویق استفاده کرده و قلب آنها را به دست بیارند. Individuals
who really cannot communicate to people. Thank you very much for very interesting Thank you very interview. much. Thanks. It's a pleasure.